درود به همه همراهان عزیز. آموزش دیگری از قسمت اوین لوجیک و پیر 102 ما چند درس آموزشی درباره برآمدهای دیجیتال، دیسکریتی، آنالوگ و اینچنین بخش سیمکشی اونها گفتیم، تنظیماتشو گفتیم. یک قسمت دیگر هم یک قسمت خوردی از همین بخش سخت افزاری و نرم افزاری که درباره پیرها هست ماندگی هست. این هم نام دارد قسمت مدول های اضافگی یا که مدول های اضافگی. یعنی در کتابچش فکرم 2 یا 3 عدد مدول اضافگی، یعنی ما بعد از اوین پیر 102 میتونیم که اضافه کنیم که اونها نامدهای گوناگون داشتن. من در شناسایی اونجا گفتگی بود، در سایتش هم بود که مدل های مختلف داشت که اونها درآمد و برآمدهای دیسکریتی هستن، خروج برآمدهای دیسکریتی هستن، درآمد با دیسکریتی هست و اینچنین آنالوگ هستن. میتونن که هم مدول آنالوگ باشد، میتوند یک جایه مدول ها باشد، هم از نوع آنالوگ و هم از نوع دیجیتال باشد و یک چند شکل های مختلف دارد. و حاضر مدولی که ما در اینجا داریم PRM تیره 24.1 است. حاضر ما عکسی اون رو نشان میدیم، یک جای با سیم کشیش میبینیم و بعدا میریم قسمتی از اینجا، یعنی همین مدول است PRM 24.1. خب بعد در قسمت راستی همین مدول از این طرف معلومات کاملش هست که این ما مدول اضافه که ما داریم حدوداً 8 تا عدد درآمد علاوگی هست و با فکرم 8 تا دیگر برآمد. خب حتما منبعش باید 24 تامین شود، یعنی منبع تغذیه نیاز دارد حتما. خب برخلاف خود اوین پیر برای 2 تا خروجی این 1 تا کام دارد. این هم بینیم اگر اینجا 1 تا کام بود برای 2 تا خروجیش و اینم از یک چراغکی منبع هست. اینجا دارد یک چراغک منبع و یک چراغکی آورن چه 108 چشمک میزند. حاضر از همون چراغک هست. خب باختن اون چیزی اضافگی ندارد، اما تا این قسمت تمام ما اضافگی نداریم هیچ چیز. اما در خود برنامه بینیم که ما نیست همین چیز. ما فقط تا Q13 از Q0 از Q1 تا Q14 ما داریم و 2 تا دیگه F1 و F2 است. خب این چیزا اتوماتیک اضافه نمیشه در خود پیر ما و نیاز است که ما از برنامه اول تجهیزات اضافه کنیم، بعد از جهت فیزیکی اون استفاده کنیم. برای این با از قسمت تنظیمات دستگاه میریم، تجهیزات میریم و اینجا نوشته است که مدل رشته مدل های اضافه ما از قسمت دستی راست پخش میکنیم و گفتگی از جا اضافه کردن مدل. خب من اینجا نیاز است که همون مدل درستی از همون مدل اضافه که ما داشتیم همون حتما که اینجا اضافه کنیم. از ما همین است 24.1 است. برعکس هم دیدیم اون اضافه میکنم. ببینید به طور اتوماتیک اینجا از من علاوه شد، یعنی 1 و 1 2 و 1 3 و 1 تا 8 دیسکریتی اضافه شد دیجیتال و اینجا تا 14 که داشتیم ما از 1 تا 8 دیگر اضافه شد. خب بستن اینجا و میریم قسمت اینجا خود برنامه علاقه اینا اضافه شدن. ما میتونیم برنامه را بریزیم داخل PR و یک بار از اینجا خروجی رو روشن میکنیم و خب خلاص دیگر اون چیز دیگر اضافه نیست. من اینجا از ما Q1 و 1 فعال شد. خودش هم میگه که از مدل اضافگی PRM 24.1 است. یک بار دیگر اینجا میریم
мана ин пиерем خب این پیریم ماست نزدیکتر اگر بذاریم این چراغاش روشن بشه من Q1 روشن میکنم ببین اینجا نمیشه خب از من روشن شد Q4 روشن میکنم ببین چراغاش هم روشن شد یعنی اکنون تجهیزات اضافه‌ای که ما داشتیم علاوه شد از جهتی بگیم اول از طرف نرم افزار برنامه ما اضافه کردیم که خب فیزیکیش هم همون بود از جهت فیزیکیش فقط نیاز است منبع رو تعیین میکنیم و این قسمتی که هست حتما باید که علاوه شود خب از ما یک چراغک که اولیه بود که چشمک میزد حاضر همون گم شد یعنی سببش همون بود که ما اون علاوه کردگی نبودیم به پیری خودمون دیگه باقی مانده مثل همون خروجی که در خود پیر هست استفاده میکنیم دیگه یکون چیزی خاص نیست فقط علاوه یک دو چیز دیگه از هست که F1 و F2 نام دارند خب اینا از جهت فیزیکی وجود ندارند یعنی ما در پیرها همین خروجی را نداریم ما اما بینی در داخل برنامه هست اما ما چراغک اینا داریم یعنی اینا کجا در کار میشن از ما ببینید ما اینجا خروجی نداریم اما دو تا چراغ با نام های F1 و F2 من اونو را از کجا یابم من اینجا بعد از خروجی 14 از F1 و F2 یعنی هر دوی همینا فکرم همینا بودن بله انا اینجا بخشش اینجا بود است حرفاش هستن F1 و F2 من همینا اینا خروجی نیستن در اصل فقط چراغن دو تا چراغ از ما بله من همینا اینا خروجی فیزیکی نیستن یعنی یگان ریله نیست یگان که حتی سیگنال نیست فقط چراغ هستن که اونا رو زمانی که ما فعال میکنیم زمانی که ما اونا رو روشن میکنیم خب میتونیم که ما اینا رو برای حالتهای صدموی مثال یگان منطق اینجا میگذاریم یک برنامه می‌نویسیم منطقاً که فرض کنیم فلان مشکلی ها شد F1 ما روشن شود و من F1 از اینجا روشن میکنم چراغکش هم در همینجاست گفتیم ما F1 روشن میکنم بینید چراغش هم روشن شد F2 هم روشن میکنم چراغش هم روشن شد خب اینا وجود ندارن ببینید یگان صدای ریله هم نیست مثال من وقتی که اینا روشن میکنم صدای ریله هست اما اینا فقط یک چراغک نوری است همون سویت دیود است دیگر هیچ چیز نیست مقصد این هم چیست مثال یک سر یک جاهای میشود که مثال ما فقط به یک خود مثال شیت در شیت هست ما یک چراغک داریم مثال فلان کار شد چراغک که ما چشمک میزنه که مثال من فلان اولیه شد و که فلان کار آغاز شد یعنی همین مقصد همین هم همون است این دوتا ما میتونیم که برای منطقاً برای مثال مختلف جایها استفاده کنیم مثال من همین خود پیر یک جای استفاده برده بودم که اونجا اکران نبوده چیمای نبود فقط خود پیر کار میکرد و همه همون خطاگیایی که مثال من داشتم در همین چشمک F1 ماندگی بودم و چشمک F1 بعد شماره طرزهای گوناگونی که ماندگی بودم وصل و قطع ماندگی بودم مثال دویم روشن میبود فلان اشتباه هست فلان اوریه هست فلان کمبودی هست اگر بسیار چشمک میزد دو مرتبه چشمک میزد سه مرتبه خب هر منطقی که مثال خواستید میتونید از اون استفاده کنید این بود در بخش مدل های اضافه‌ای که باید حتما اضافه شد خب مثل همین با مدل اضافه که شد اضافه میکنیم یگان
мушкили хос нест дар инҷа. Фақат бояд ҳатман аввал илова кунем, баъдан ам истифодаш кунем. Ва F1 F2 ки гуфтем ки ино ба кадом хотир ҳастанд инҷа.